درود به رفقای گل. ما این کانال رو با این هدف راه اندازی کردیم که بیایم و تمام طعم‌های مختلف رو از برندهای مختلف تست بکنیم تا دوستان در خرید طعم‌هایی که میخوان امتحان بکنن راحت باشن و با خیال راحت برن و یه طعم رو استفاده کنن و نیازی نباشه که برن یه بار هزینه بکنن اون طعم رو تستش بکنن. توی این ویدیو هم اومدیم یکی از در واقع طعم‌هایی رو که خیلی استفاده میشه، طعم نعنا پرتقال رو که بیشتر از 2 سیب نباشه کمتر نیست. این موضوع رو در نظر گرفتیم که خیلی از دوستان برندهایی که تازه به بازار اومدن و چه بسا خیلی از برندها هم برندهای خوبی باشن و کیفیت بالایی داشته باشن، اما چون برندی که تازه به بازار اومده خیلی ترس دارن که بیان و اون برند رو امتحان بکنن، چرا که هزینه تنباکو خیلی بالا رفته و از این جهت براشون سخت هست که بیان هزینه بکنن یه بار تا تست بکنن و به یه حالا برند خوب برسن. از این جهت هم اومدیم برندهایی که تازه به بازار اومدن رو تست میکنیم که توی این ویدیو برند اسفورزا که تا جایی که من اطلاع دارم تولیدات خودش رو در جعبه‌های 200 گرمی داره ارائه میده که جعبه‌اش هم خیلی در واقع شکیل و یه سلیقه خاصی به خرج داده. اسفورزا اصالتا آلمانی هست اما خب شرکتی ایران هست و توی ایران توی تهران داره تولید میشه. از جهت دیگه جعبه‌اش رو اگر شما وزن میکنید 250 گرم هست اما خالص تنباکوش 174 گرم هست که این رو خودش هم روی جعبه اشاره کرده که تنباکو خالص 170 گرم هست. توی ویدیو هم به احتمال زیاد حالا ویدیوها رو در آینده ببینید من بیشتر دارم حرف میزنم و کار اصلی رو و اجرا و تست و اون نظر استادانه رو هم باید آقا رحیم بگم. بیشتر نقش موش آزمایشگاهی در خدمت. خب درود به همه عزیزان، انشالله که همیشه خوب و خوش باشین. بریم برای تست مرحله اول فیلم برداری امشبمون. خب ما میخوایم تنباکو اسفورزا رو با تنباکوهای برند مزایا و بنگ مقایسه کنیم که چیزی که الان من کشیدم تنباکو اسفورزا پرتقال بیشتری نسبت به مزایا و بنگ داره، یه خورده نعنای کمتری داره که واسه خنکی بیشتر نعنا استفاده میشه، تو اسفورزا کمتر هستش. دیگه بالاخره هر کسی یه نظریه‌ای داره. نظریه من اینجوری بود که اسفورزا پرتقال بیشتری داره نسبت به مزایا و بنگ. و در مورد طعمش این که حالا بعضی هم میپرسن شیرینه یا نیست، این به چه صورت بود نسبت به مزایا؟ اسفورزا یه نمه شیرین‌تره، به قولی روغن کمتری داره نسبت به مزایا و بنگ، ولی تو مزایا و بنگ مزایا یه خورده روغنش از بنگ بیشتر هستش. از لحاظ سبکی و سنگینی چطور؟ سبکی و سنگینی که هر سه توی رنج هستن. تو که نعنا و پرتقال کلا چه فرق نمیکنه چه برندی باشه، همشون توی به قولی توی لولی هستن، حرکت میکنن. پس شیرین‌تر شد و پرتقال بیشتر. بله. تا شما صحبت میکنی منم یه دو تا کامل زغالام هدر نره. خب دوستان این هم توضیحات کلی. پس از لحاظ مزه و طعم بگیر پرتقال بیشتری داره و یه مقدار شیرین‌تره و در کل چیزی که حالا به تجربه برای ما ثابت شده اینه که برند اسفورزا در کل میخواد کار فانتزی انجام بده، یعنی اینکه هم توی طراحیش داره طراحی جالبی میزنه و در کل حالا انیمیشن استفاده میکنه اینا و در کل توی تمام مختلفش رو در ویدیوهای آینده ما امتحان میکنیم، ولی در کلیت حالا از مشتری ما نظر پرسیدیم این هست که طعم میوه هاش ظاهرا اسانس بیشتری داره. نمیشه که حالا بگیم مثلا میوهش قوی تر و اینا، مشخصش اینه که اسانس بیشتری توی
این در واقع تنباکو استفاده شده. حالا خوب و بدش رو ما کاری نداریم، اما کسایی که اون عطر و طعم بیشتری رو میخوان از در واقع تایم قلیم کشیدنشون بگیرن، اسفورزا بهشون توصیه میشه به نسبت بقیه حالا برندها. از لحاظ قیمتی هم فعلا توی بازار چند فروش هست؟ بهتره اینجوری بگیم، بعضی از مشتری‌ها این چیزها مد نظر نمیگیرن. به قولی این تنباکو اسفورزا اصلا نه اسفورزا، به قولی هر تنباکویی که تو محتویات بیشتری هست، 100 گرم، 250 گرم یا 1 کیلویی، از نظر اقتصادی به صرفه تره. مثلا من حالا قیمت نمیارم، مثلا هزینه‌ای که ما می‌خوایم به 5 تا تنباکو بنگ بدیم 250 گرم بشه، این اسفورزا در مقابل اون قیمتش نصف. ما دوستان تلاش کردیم که حالا اون سوال مهمه که هست که این اسفورزا رو امتحان بکنیم یا نه رو جواب بدیم. هر سوال دیگه‌ای در مورد این برند دارید توی کامنت ها بپرسید، در حد سوادمون جواب میدیم. چرا که این رو حدوداً بیشتر از 1 ماه هست که داریم فروشش رو انجام میدیم و نظرات رو از مشتریای مختلف و طعم‌های مختلف پرسیدیم و تا حدودی حالا اطلاعات رو داریم که بتونیم جواب سوالات شما رو بدیم. لایک و کامنت فراموش نشه و ممنون میشم برای حمایت از کانال ما. این ویدیو رو برای دوستان که میخوان در واقع برندهای جدید رو امتحان بکنن بفرستید. انشالله در برنامه‌های بعدی طعم‌های مختلف و میکس‌های بیشتری انجام میدیم. حالا برندهای دیگر هم میاریم. دقیقاً مخصوصا تلاشمون اینه که حالا برند آدالیا که میکس‌های خیلی جالبی کار میکنه رو اضافه کنیم. انشالله. ممنونم، موفق باشید. لایک یادتون نره.